ما همگی باید مراسم مذهبی خانوادگیمون رو انجام بدیم. مطمئنم چیزی نمیشه. درود به دوستان عزیزم. امروز میخوام پرونده عجیب این خانواده رو براتون تعریف کنم. قبل از شروع ممنون میشم برای حمایت از ما چنل رو سابسکرایب کنید و ریاکشن نشون بدین. 11 نفر مورد بحث که از اعضای خانواده بهاتیا هستند عبارتند از نارایان دووی، یک پیرزن 75 ساله و دخترش، 2 پسرش و همسران آنها و 5 نوه 15 تا 33 ساله. این خانواده پر جمعیت با هم توی یه خونه تو محله متوسط دهلی زندگی می‌کردند. یه بقالی و یه مغازه چوب بری داشتن. هر روز صبح زود مغازه رو باز می‌کردن و مردم ازشون خرید می‌کردن. خیلی خانواده اجتماعی شاد و پایبند به عقاید مذهبی و موفقی بودن. بزرگترین نوه این خانواده یه دختر 33 ساله بوده. 2 هفته قبل نامزدی کرده بوده و همه برای عروسیش هیجان داشتن. اون روز برخلاف بقیه روزا نزدیک ظهر بود و بقالی هنوز باز نشده بود. برای همین همسایه‌شون نگران میشه و شوهرشو فرستاد یه سر به خونه‌شون بزنه ببینه چرا هنوز مغازه رو باز نکردن. وقتی این مرد وارد خونه میشه با صحنه‌ای که میبینه وحشت زده میاد بیرون و به پلیس زنگ میزنه. پلیس به صحنه میرسه و وقتی خونه رو بررسی میکنه جسد 10 نفر از اعضای خانواده رو نزدیک به هم در حالی که حلق آویز شدن و دست و چشم و دهن بیشترشون بسته است تو خونه پیدا میکنه. وقتی بیشتر میگردن جسد مادر خانواده رو توی یه اتاق دیگه از اتاقا پیدا میکنن. پلیس همه خونه رو میگرده اما هیچی به سرقت نرفته و هیچ نشونه از ورود بازور به خونه پیدا نمیکنن. پس حدس میزنن کار یکی از نزدیکان باشه. خانواده بهاتیا خواهر و برادرای دیگه هم داشتن که اونا هم ازدواج کرده بودن ولی جدا زندگی میکردن. وقتی تحقیقات رو ادامه میدن متوجه میشن کار هیچ کدوم از اعضای خانواده نیست ولی خیلی زود تو خونه یه دفترچه خاطرات پیدا میکنن که تمامی وقایع توی اون نوشته شده بوده. این دفترچه خاطرات توسط 2 تا از نوه‌های دختری خانواده به دستور لالیت پسر کوچیک خانواده نوشته شده. قضیه از این قراره که لالیت بعد از اینکه پدرشون تو سال 2008 از دنیا میره بسیار منزوی و گوشه‌گیر میشه و به مرور دیگه حتی حرفم نمیزنه و قدرت تکلمشو از دست میده. خانواده مراسم‌های مذهبی زیادی برای بهبود لالیت برگزار میکنن تا اینکه یه روز در کمال تعجب شروع به حرف زدن میکنه در حالی که صداش بسیار شبیه صدای پدر مرحومشون بوده و حتی لحن گفتارش هم شبیه اون بوده. دقت کنید این خاطرات توسط خود لالیت گفته شده و توسط دختران نوشته شده. پس ما نمیدونیم لالیت واقعا صدا شبیه پدرش شده یا داشته صدای پدرش رو تقلید میکرده. لالیت به خانواده میگه که روح پدرش تو بدنش حلول کرده و اونا از این به بعد باید به حرفا و توصیه‌هاش گوش کنن چون در واقع خواسته پدرشونه نه اون. لالیت یه سری مراسم‌های مذهبی توی خونه برگزار می‌کرده و بسیار سختگیری می‌کرده که همه اعضای خانواده به موقع توی اونا شرکت کنن. همینطور تو مسائل اقتصادی و رژیم غذایی و غیره هم قوانینی برپا کرده بوده که راستش چیزای بدی نبودن و در نهایت باعث پیشرفت و سلامت خانواده می شدن. اعضای خانواده هم واقعا باور کرده بودن که روح پدرشون توی بدن لالیته و همونطور که به پدرشون احترام میذاشتن به لالیت هم احترام میذاشتن و همه حرفاشو گوش میکردن تا اینکه لالیت یه روز همه اعضای خانواده رو جمع میکنه تا در مورد مسئله مهمی باهاشون صحبت کنه. اون میگه خانواده برای اینکه جاودانه بشن و به درخت زندگی متصل بشن باید یه مراسم مذهبی انجام بدن که توی این مراسم همه باید شرکت کنن تا خانواده بتونه به رشد معنوی و والایی برسه. خب از اونجایی که خانواده کاملا به لالیت باور داشتن همگی قبول میکنن. اما این مراسم مذهبی چطور برگزار میشه؟ لالیت میگه همه اعضای خانواده باید با چشم و گوش و دهان و دستای بسته خودشونو دار بزنن. اینطوری اون طناب تبدیل به شاخه های درخت زندگی میشه و اعضای خانواده بعد از مرگ یا در واقع یه مرگ چند دقیقه‌ای دوباره به زندگی برمیگردن در حالی که این بار جاودانن و به معنویت بالایی رسیدن. همه اعضای خانواده قبول میکنن. از اونجایی که مادر خانواده پیر و ناتوان بوده اونا جدا از بقیه
و توی اتاق میکشنش و بقیه میرن روی چهارپایه. توی عکس بالا میبینید چند تا از بچه‌ها رفتن از مغازه هاشون چهارپایه و طناب برداشتن که توی دوربین مداربسته ثبت شده. لالیت و همسرش دست و چشم و گوش و دهن بقیه رو میبندن و طناب رو دور گردنشون میندازن. بعد خودشونم میرن روی چهارپایه، ولی خب دستای خودشون بسته نبوده و با علامت لالیت همه چهارپایه رو تکون میدن و فوت میکنن. تحقیقات پلیس میگن چند تا از بچه‌ها دقایق آخر پشیمون شدن و تقلا کردن، اما نتونستن دست خودشون رو باز کنن. یکی از خواهرای خانواده که جدا زندگی میکرده میگه اونا بسیار شاد بودن و محال خودکشی کرده باشن و معتقد اونا به قتل رسیدن، که البته با وجود اون دفتر خاطرات این فرضیه ها رد میشن. اینم صفحه از دفتر خاطرات لالیت. بچه‌ها گویا لالیت اینطور به بقیه اعضای خانواده تلقین کرده بوده که بعد از اینکه به درخت زندگانی متصل شدن، روح پدر مرحوم خانواده که فکر میکردن تو بدن لالیت حلول کرده میاد و همه رو نجات میده. برای همین اینقدر اطمینان خاطر داشتن. به گفته روانشناسان این رویدادها میتونه ناشی از اختلال روانپریشی مشترک باشه، جایی که اعضا کورکورانه از دستورات یکی از اونا پیروی میکنن. اونا معتقدند که لالیت یک اختلال هذیانی داشته. با این حال برادر بزرگ اونا که در راجستان میموند معتقده که این یک قتله که خیلی خوب برنامه ریزی شده و نه یک خودکشی. این پرونده نکات تکمیلی خیلی زیادی داره و راستی سال 2018 اتفاق افتاده. دوستان عزیزم، نظر شما چیه؟ به نظر شما این یک قتل یا خودکشی؟ و ممنون میشم اگه نظرتون رو با ما به اشتراک بذارید. اگر به این سبک از ویدیوها علاقه‌مندی، چنل رو سابسکرایب کن و از بقیه ویدیوها هم دیدن کن. سپاسگزارم که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودی. دوستتون دارم. تا درودی دیگر، بدرود.